فعال استقلالیت دولتی و جهت تلاش‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان 15 سال می‌شود که مردم جهان برابر ساکنان تاجیکستان بی‌اشتاسا نوروز حجت صفحه را با شکوه و شهامت تازه تجلیل می‌کنند. این جشن فرخنده را آموزگاران و محصلین مؤسسه تحصیلات میانی عمومی دهه قلچه کلان شهر استراوشان امروز با شکوه و شهامت و با شکرگزاری از سیاسی پیشگرفته داخلی و خارجی راهبریت عالی مملکت تجلیل نمودند. در ورزشگاه مرکزی مؤسسه تعلیمی که با پرچم و نشان دولتی و گفتار و واژه‌های نوروزی آرای یافته بودند، ساکنان باننگ و آر دهه، والدین عضو اساتید پدر و مادران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 7 به نام میرزا حبیبوف جمع آمده نوروز جهانی را تانتنه نمودند. در کدهای علاهیده رمزهای نوروز فرخنده پی از قبیل 7 سین و 7 شین، دیگ سمنک و میوه‌های گوناگون خوان نوروزی با طرز و اسلوب خاص تانتنه این جشن نیاگان تاریخی زیاد از 6000 سال داشته و گرد و اطراف ورزشگاه خرد و بزرگ جمع آمده شادی و خرسندی می‌کردند. محصلین در برنامه تئاتری کننده شده نزد شرکت‌داران نشان داده توانستند که در راستای تجلیل از نوروز جهانی تکنیک مددگار دهقان شده است و شروع از شدگار و کشت تا به جمع‌آوری حاصل مددگار کارمندان و متخصصان ساحه کشاورزی می باشد. در ادامه چاره‌بینی با اقدام یک نفر صاحبکار ورزیده دهه به 20 نفر خوانندگان از قشر نیازمند جامعه مبلغ خود تقدیم کرده شد. در این رابطه محصلین اعلیخوان و فعال و پیشقدم با اظهارنامه‌های ریاست معارف شهر قدردانی کرده شدند. بنابر در دور شهری آزمون ذکاوت غالب برآمدن و صاحب شاه جایزه گردیدن آموزگاران صنف‌های ابتدایی مؤسسه تعلیمی رقم 7 نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراوشان شاه جایزه را با مسئولین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی تقدیم نمود. بزم شعر و سرود و رقص و بازی نوروزی جامعه آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 تا درگاه ادامه یافته و چشمها نور و به دلها سرور بخشید. خرد و بزرگ مؤسسه تعلیمی و پدر و مادران تا بیگاهی در مکتب تنتنه نوروزی را با رعایت تمام عنصرهایش دوام دادند. مضبوط بابازاده، فردوس عمرov، عمرجان یوسفov، شهر استراوشان، اخبار.